وضعیت امروزی که در بدخشان به عمل آمده است، ما امروزگاران ناحیه را بی‌طرف نمی‌گذارند، چونکه اینقدر آبادی، اینقدر تنگی و آسودگی که امروز با تلاش و زحمت‌های مردم مهنت‌دوست و وطنخواه کشور به دست آمده است، این را از جانب دو ناخلف یا سه ناخلفی که امروز باعث اینقدر سرسانی و سرگردانی مردم گشته است، این را ما امروزگاران محکوم نموده جواباً میگوییم که آنها در نزد قانون جواب گویند. ما امروزگاران به این کردار آنها ضد بوده خواهان می‌آییم که در تاجیکستان زیبا و آباد ما دائما صلح حکم فرما باشد و مردم فریفته اقوام دسیسه‌های خواجگان خارجی و عموماً مردمی که از همین گمراهی و نادانی به چنین راه می‌روند خودداری کنند و دائما در پی علم و دانش باشند.